خب برای این آموزش اول میایم وارد قسمت وکتور میشیم و یه خورده اینو من بزرگترش میکنم. بعد اینجا یه دونه میایم پایین تر، یه دونه پایین ترش هم یه دونه. خب میریم از این کنار روی وسطیه. خب چرا دوتا خورد وسطی اینو من پاکش میکنم. خب اینو اینجوری میگیریم، منحنی رو میزنیم. خب یه خورده حالت شکل دار بهش میدیم که یکم جذابتر و خوشگلتر باشه. این مثلا این فلشمون باشه. حالا میتونیم مثلا یکم اینجوری کنیم. خب از قسمت رنگ ها میایم اینو پاکش میکنیم و قسمت براده اینجا رنگشو به دلخواه تنظیم میکنیم. من میخوام سفید باشه که چون زمینم مشکیه دیده بشه. خب حالا اینجا هم که زخیم و نازکه شد دیگه کاری ندارم. بعد میایم قسمت افکت و اد افکت این دراوینگ. خب این یکی که اگه اشتباه نکنم تو قسمت اینجاست داخل این و این افکت استاندارد سیتینگ، یعنی مدل استانداردش. بعد از قسمت اند پایین اگه اینجا توضیح بدم، اگه میخوایم اگه توضیح بدم یا کنیم اگه میخوایم از پایین به بالا بره، از این یعنی از اول پاک بشه با آخر از قسمت اول، ولی ما میخوایم از پایین فلش تنظیم کنیم از این قسمت استفاده کنیم. یعنی استارت و پایان دیگه معنیش دیگه همین میشه، یعنی از اول پاک بشه به آخر یا از آخر پاک بشه. حالا میخوایم از آخر پاک بشه، میایم اول ویدیومون اینو صفرش میکنیم، یه دونه کیفی میزنیم. بعد این وسط ها میاریم میکنیم 100. حالا به دلخواه میتونیم نمودارم بدیم، میتونیم ندیم، هر جور دوست دارین، مهم نیست. بعد از این قسمتی که آخرین کیفریمون رو زدیم یه دونه از تو این اشکال یه دونه مثلث اضافه میکنیم و جهتش هم تنظیم میکنیم. از اینجا هر جا بود تنظیم میکنیم اینجوری و اینو کوچیکش هم بکنیم. خب میاریم اینجا، یعنی مثل حالت پیکان مانند باشه. حالا به دلخواه میتونیم مثلا بزرگ باشه، میتونه کوچیک باشه. این دیگه دلخواهیه دیگه، هر جور خوشگل‌تر در بیاد. رنگش هم که رنگ خودش و هم از این میتونیم حتی کوچیک‌ترش کنم بزنم زاویه‌اش هم تمام. حالا این هم تا ته میکشیم.